بیشتر مردم نگرانیشون عدد روی ترازوه و دنبال کاهش وزن با تمرینات هوازی هستن و زمان زیادی رو با تمرینات روی تردمیل میگذرونن به امید اینکه کاهش وزن رو تجربه کنن. و البته این شیوه باعث کاهش وزن میشه، اما باید بدونیم که بخش زیادی از این کاهش وزن از دست رفتن آب بدن، کوچیک شدن عضلات بدن و بخش کوچیکی از اون از دست رفتن چربیه. واقعیت اینه که نیم ساعت پیاده روی سریع فقط باعث سوزوندن 100 کالری انرژی میشه. عدد زیادی نیست، درسته؟ با توجه به اینکه هر یه دونه شیرینی که مصرف کنیم حداقل 200 کالری انرژی تولید میکنه. بنابراین این شیوه خیلی مناسبی برای کاهش وزن نمیتونه باشه. بدون شک انجام تمرینات هوازی برای داشتن قلب و ریه‌های سالم توصیه میشه. اما راز داشتن اندام متناسب و زیبا توی عضلات بدن ما نهفته است. هرچی که ما عضلات بیشتری داشته باشیم، سوخت و ساز بدنمون بیشتر میشه. به علاوه بدن سالمتر، قویتر و زیباتری خواهیم داشت. عضلات خوش فرم فقط به کمک تمرینات قدرتی شکل میگیرن. یعنی تمریناتی که به کمک وزنه ها انجام میدیم و یا در ساده ترین حالت تمرینات قدرتی که با وزن بدنمون انجام میدیم. لازم به ذکره که ما توی هر جلسه تمرینات با وزنه میتونیم بالای 400 کالری بسوزونیم که این امر موجب شکلگیری بهتر عضلات، قدرتمندتر شدن بدنمون و به علاوه کاهش درصد چربی بدنمون میشه. پس فراموش نکن، چشمت رو از روی عدد روی ترازو بردار و تمرکزت رو بذار روی عضلات بهتر. ساختن عضلات بهتر کیفیت زندگیت رو میبره بالاتر.